توسط مرحوم آقای تصمیم شده پرزیدنت جمهوری ترکستان و نقشه شورای‌نمایی ترجمه مقامات شده حکومت ارض شهر شما تصدیق کرده شده. نشست مقاماتی به عنوان اجرای رشد اقتصادی و اجتماعی مقام سازمان شهر دوشنبه در برابر مسئول وزارت دارایی و نامه‌نگاری وزیر اخلاق ما و موارد داوری اجرا کرده می‌شود. نشست مقاماتی موضوع معامله اکنون رسیدگی معامله سازمان مؤسسه‌های مالی کارخانه‌ها و اداره‌های دولتی اینجور نمایندگانی مقاماتی که خانواده در نشست مقاماتی موضوع نمایندگان زیاده از 8 استان دارای استان اقوال اشتراک دارند. پیش از آغاز معامله نشست مقاماتی درباره ترتیب گزارندگی ما موافقه و تصدیق نماید. پیشنهاد می‌کنم که اول اخبارات رئیس مالیات و نتیجه رشد اقتصادی و اجتماعی مورد 33 شهر دوشنبه در این سال در سال 2024 شروع شده. بعدا با سوال جواب دهید. وزیر گرامی نمایندگان وسایل اخلاق ما مقامات اجرایی حکومت دولتی مورد 33 شهر دوشنبه در پرتو سیاست بنیادکارانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستور سپارش‌های محترم رئیس شهر دوشنبه در نیمسال‌های اول سال 2024 جهت تامین رشد اقتصادی و اجتماعی و تامین شرایط ارزنده زندگی و سکونت نماید کارهای معانی را به سامان رساند. نقشه درآمد بودجه نماید از روی کنتینگنت عمومی در ماه‌های ژانویه این سال 2024 با مبلغ 547 میلیون سومی مقرر گردیده و بودجه 619 میلیون سومی وارد گردید که 113% نقشه را تشکیل می‌دهد و با بودجه 71.5 میلیون سومی مبلغ‌های ایرانی وارد کرده شد. نقشه بودجه محلی نماید باشد با اندازه 106% اجرا گردیده و بودجه محل 8.5 میلیون سومی مبلغ‌های ایرانی وارد کرده شد که برای بهبودی و عبادی نماید روانه کرده شد. در حدود ماهیت 321 عدد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی فعالیت دارد که نسبت به همین دوره سال 2023 17 عدد زیاد دارد. درآمد استحصال 72 نمود محصول بالا برده شده در 6 ماه اول سال 2024 در مجموع با مبلغ 907 میلیون سومی محصولات استحصال نمودند که نسبت به همین دوره سال 2023 با اندازه 123.5 میلیون سومی یا اینکه 115.5% زیاد می‌باشد. برای آبادانی کودکان را باز هم مصرف بخشید. تشکر و دقت. سلام علیکم رئیس محترم جمیلا حسینова газета СССР معاون سردبیر. سوال من در های نوساخت دامسازان بی‌وجدان و دامسازان با وجدان و همون موضوعی که این فعالیت شما در حکومت شهر دوشنبه به حیث رهبری دستگاه بارها مورد بررسی قرار می‌گشت. ساختمان بناهای شرکت کامل 2010 که این حالا در کدام حالت قرار دارد، کاربری نسبت این بنا و خریدارانش در کدام صورت است، در عموم چند بنای نو استقامت خاصه در ناحیه برای گذشتن از کمیسیه قبول آمده است، چند بنای دیگر نگذشت اگر امکان باشد و در عموم میگفتید که بغیر از این چند بناهای دیگری معمولی ساخته شده است و امسال میشود. تشکر. و تمام مسائل واسطه برای گرفتن بنیاد کردن با واقعیت سیستم رئیس شهر دوشنبه و کنشهر ناحیه شهر دوشنبه فونکسیون موسیقی را باید نظارت و اجرایش تلابوتی را تامین می‌کند. نواسطه از این تمام ساختمان‌هایی که در حدود ناحیه است از جمله ساختمان‌های ناحیه تحت نظارت گرفته می‌شود و ساختمان برطرف ماندن کنده‌های و دیگر حالات‌هایی در موضوع پیش می‌شود.
در طول ماهی سینا 1508 عدد بیماری بلندنشینا و پسنشینا روی کرد. 1508 عدد 28322 عدد ما فقط منزل‌های حولی را بودند. در حال حاضر در حدود ماهی 69 بیماری بلندنشینا ساخته شده است. 69 عدد. هر بار کمیسیه پیشنهاد میشه وابسته از رفتی ساختمان صورت و وابسته خودم شکل وابستگی کنند. اگر هر چیز زودتر به آنجا رسوند کمیسیه معمولی که تأسیس داشته است دیدن میکنه و با کمیسیه دولتی پیشنهاد میشه. خب چقدر که من خط کردم در حقیقت بینایی که تازه با کمیسیه دولتی پیشنهاد شدن با سابقه‌ای که با طلبات میلیونی مفتخر نمیکنند یا که ساختمان ها با انجام رسانی باشدن پورا در حدود ناحیه ما جایگاه 19 عدد که معلوماتی پیشنهاد شده از جمله بینایی کامل در 2010 نوبسته از این مرحله با مرحله شما دیده استید که همین بیناها با طلبات شهردار موافق کرده شدن تعمیر کردن لیفت‌ها نصب کرده شدن و با کمیسیه دولتی پیشنهاد شده ایستادن و این بگیم که در مرحله جریان خواهد بود. وابسته با بینای معمولی گفتند زراست که در ماهی همین زمان از سال 2018 5 عدد بیناهای مؤسسه معمولی ساختمانش آغاز شدن و دوام بردن. بینای معمولی شعبه کارهای داخلی ناحیه در کوچه مرکزی در سطح دویم ساختمان قرار دارد. بینای سوی ناحیه در کوچه شمسی ناحیه در سطح دویم نکوی تشکیل دارد. خب بینای پرکاتورای ناحیه در کوچه و بیشتر خب همون میشه مرکز کنید. هر ممکن مرکز شد بودمان پیشی وزارت انرژیتیک و داخله بود. خب باز در خود این کوچه بینای اگنتی نظارت در سای معارف در سطح نوع تجربه کردنی شده است در کارهای بیمان بود. خب بینای ریاست کارهای داخله شهر دوشنبه در کوچه سعدی شیروزی در روبروی کارخانه استحصالی نساجی تاجی این هم بینای معمولی رفته شده است. عموما همین بینایی هستند که پنج زمین در ماهی ما از سال 2018 آغاز شدن و در نقشه 35 سالگی وارد کرده شدن تا سال 2026 پورا باید به انجام رسانده مورد استفاده قرار داده شود. سال گذشته شما خودتان شاهد بودید که یک بینای معمولی بینای نظارت انداز و استفاده باشد. و دیگر بیناها هست که ساختمانش رفته است. تشکر. سینا بینای نو ساختمانی میتوان مشاهده کرد که از جانب صاحبکاران ساخته شده است، اما در نزدشان میدانچه‌ای ورزشی، میدانچه‌ای برای کودکان و تفکر برای ماشین‌ها ندارد. حالا لیفتی آن بینا هم 4-5 سال میشود که در آن آدمان زندگی میکنند. لیفتی آن بینا با خواب نصب نشده است. یکی از این بیناها ناساخته در کوچه نوبه‌های 3 محله مذکور جایگیر است. مشکلی استقامت کنندگان این بینا خیلی برطرف می‌گردد. کارخانه‌ای که شما گفتید این سال‌های دراز ادامه دارد. اون کارخانه‌ای که همین بینا را ساختن یا سرکوران که همین بینا را ساختن اکثرش مفلس شدن. بعضیشون مثل با دیگر راه‌ها مثل با جنایت دست دادن. تفتیشات قرار بزن بعضشون در محبس هم قرار دارن. منم بینایی که شما گفتید ما چند با شخصا خودم رفته بازدید کرده بیمار بعضشون همون بگیم تحقیقات و سیگار بوده خانه کرده بیمار بسیار شانتشون تمام باید اون طلبات بیماری موافقت نمیکنن. همین بینایی که شما گفتید باز از کمیسیه دولتی داشته نیست، یعنی در مرحله ساختمان قرار داره. باز برای قبول دولتی اگر پیشنهاد کرده شود این ساختمان‌های داخلی هست، هم سایه بیماری نظارت ساختمان سایه دیگر هست که همش از نظارت زیاده باید قبول میکنن. پیشنهاد نشده است. اکثریت یا معلومشده کمبودی دارد خیلی هم ساختمان منتشر کرده است. کمبودی که دارد سایه و کانالیزاسیون نقشان جمع شده اینجا همون کمبودشان برطرف کرده است. لیکن همین مؤسسه‌ای که با همین کشاورزی رو بودن شرکت‌ها در خط مقامات شهر هست، همین خدمتی که در این بابت قرار دارند، از جمله در ناحیه 19 میلیون همین است که
یک کمیسیه دولتی تعمیر می‌کند قرارداد شهروندان زندگی می‌کنند. ما در اجرای با مقامات همین شهر کاربری کردیم مرحله با مرحله همین بیگاه رو باید دیگر سوی کنیم باید بودجه‌های ناحیه‌ای همین رو با طلبات موافق کردن و کمیسیه دولتی پیشنهاد کرده است. این اینا را ما رفتن نمی‌دیم یک بار دیگر از ناحیه چی اگر وابستگی باشد مطلب یادم مسئولین سوی کنیم. دیگر حالا توش خیلی همین طلباتی که ممکنه می‌کنه. پیشنهاد نشده است. اینا در مقایسه تعمیر قرار دارند. این را خیلی نمی‌خواهد می‌شود. چند سمت. اگر ما همین طرف محله زفاف بودیم نه طرف راشون چوتی‌پا طرف جوی بودم خیلی جوی بودم. نه ما باید چیزی که ما همین نوعی بودکی است. چهار طرف ما باید بودیم که کدوم رو بودیم. نه محله زفاف فروش داریم بودکی میشه. اگر ما منطقه ما چهارکانه طرف زایی را بودیم طرف بودکی میشه. طرف سرکشته ما چهار طرف بودیم. بله. ما همون منطقه را شما باید دیده باشید با تشخص رئیس شهر دوشنبه راه دعواداری شهر دوشنبه را بنیاد کرده است. از درآمدگاه سمت ایسا تا درآمدگاه سمت ولایت ختمه. در روزی راه 9 از 10 کیلومتر است. 5 کیلومتر یعنی حرکت 50 است. 4 از 10 کیلومتر ساختمانش رفته شده است تا روی سال و سال آینده دستگاه میشه. و یک قسم همین راه باریچه‌ای مالی بودکی را به آن سمتی که شما بودید در بر میگیرد. اگر شما دیده باشید آن واردات تیبای معامل نشانه داره سیلو مسئولیتی آن واردات قشق جوی بود. در خط ما از بایچه‌های خط کردن خود را مسئله بود کرده نیستیم. اما روشتن 5 کیلومتر است. یکی ما را مرحله و مرحله صبح وابسته به امکاناتمون تعمیر می‌کنیم. سوال بیاندن و سوال می‌بردن و نقشه می‌کنن تعمیر می‌کنیم. تعمیر جوری هم محاسبه می‌کنیم جوری چقدر می‌شود. اینو تعمیر جوری می‌شود. یک تعمیر یکی مجموعه یا کاپیتالی را آیا نقشه آماده می‌کنیم. اداره شهر دوشنبه بله. سال دوشنبه. می‌خواستم در مورد اون که در این سال اخیر رادیوی خودمون رادیو صدای دوشنبه درباره نقطه‌های پرتاب‌ها در ناحیه سینا زیاده از 10 گزارش آماده کرده بوده. لیکن از طرف مسئولین ناحیه یکم نیش دیده نشد. تشکر. واکنش وزارت اداره و کارکنان دولتی با معلوماتی که در راستای اخبار ما به چاپ رسانده می‌شود. باید واکنش نشان بده. بعضی حالت‌ها هست که در حقیقت کمبودی‌های شهر ناحیه‌داری رو پیشنهاد در شکل سرست پیشنهاد می‌کنند. این حالت واقعی نشان میده. ما حتما باید برطرف می‌کنیم. یک چیز ما باید در اینجا خیلی کنم که خب ناحیه سینا دور 503,000 اهالی دارد. 503,000 اهالی دارد زیاده از میگیم که ما 3 تا کارخانه تشکیل کردیم. کارخانه پرتوکاشونی در منطقه زرافشان مرکزی ناحیه و منطقه مرکزی. مطالعه باید شهر همه ساله کوشش می‌کنه که به همین صورت توجه کنه و ساختار اینفراستراکچورش رو نو سازند. 33 عدد تکنیک‌های نو دادن، تکنیک‌های زمانه‌ای کشاندن میگیم که پرتاب‌های استعماری. زرافشانش خوب فعالیت دارد. بله. لیکن من نسل قید کردم که اگر ما 1000 بار اینفراستراکچور نو کنیم، تکنیک نو کنیم که مدنی پرتاب‌های را ما اجرا نکنیم، هیچ وقت تازگی مورد تامین نمیشه. همون صورت‌هایی که شما می‌بینید در آقا می‌پرسید می‌بینید خیلی خالی است، درکی در اطرافش فاصله برای چی اولش نمی‌رسیم که سوال شهرها برای چی در خطی نفاصله در اطراف خطی پارتی زمین همون فاصله نیست. یا که می‌گیرد همون پرتوهای سلاخان بوده در یک کنج دیوار بوده استفاده می‌گیرید یا در پشتی کارخانه تازه دیگه برای چی سوال نمی‌دید که در جایی که قانون‌گذاری معنی نکرده است. قانون‌گذاری معنی کرده است در جای‌های غیر نشان شده رفتن پرتاب‌های استثماری باعث با جواب‌های معمول کشیدن می‌باشد. در جایی که مقرر نشده است پرتاب رو برای چی می‌گذارد؟ برای چی خراب نمی‌گیرد که شهرها را گذاشت همون در سامانه بود که برای چه شهرها هم
باید سکودا کردن کردیم که باید سیاه دیگر وارد دانش آمد. اگر ما هر زاده خیلی تکنیکال و اینفراستراکچور کنیم و فرهنگ مبرم نباشه هیچ وقت ما توسعه تامین نمیکنیم. واقعا از این در هر پارتوخونه جو میشون بوده تامینش بوده چون بوده تختچه. آغاز پارتو واسات شش واسات ده. شما وقتی بالا ببینید روز تا بگه فقط پارتوی میدان میپرتیم. ممکن نیست پارتوی ساعت مایا بوده که 10 ساعت باید پرتیم رو غلط پارتو پهن نشده. 10 ساعت مایا پارتو وقتا باید بگه روزانه خالی باشه باشه. یکی به فاصله کدام وقتی میخوام پارتو میپرتیم. دارمی کشی میاد خوش میکنم و شما مستوی اخبار اومد که با همین مثلا دقت جدی بدیم. کل کاری باید رولی که خود کدام ممکن است خطی همپور به مفهوم تو پیشگیری کردن این پارتوی که در جای مخارجه بافته میشه. موقعی من رئیس محل میدونم رئیس منطقه ما باید کاری میکنیم هر خیلی رئیس منطقه را میگویم دیگر ساختار را میگویم باید حشر کردن رئیس کارمانی دارو هم 30 نفر می‌بینیم در محل توسعه می‌کنیم باید یک هفته می‌بریم با هم موسیقی با پیدا شده است با هم روی جوگاه و مطلب کنیم برداشت کنیم اما سرچوک میگه سالتیکر با سالتیک دیگر درست ما واسه از این ما کوشش می‌کنیم که باز در این صورت دیم مسئله کشوندن پارتیان خیلی نظریات جدی بگیریم ما قریب 737 نقطه پارتی کشون بودیم 800 تا نقطه پارتی کشون خب هم تعریفش با اون هم بیزارگانی شما هم سال بالا اتفاقی بشه. تشکر می‌کنم. ولی فرض خودم. باید که واسه استفاده کرد. با همین سوال دادن میگیریم یکی اکنون میگم هم کسمان بردگاه با هم کنم به تراز اخلاق شکم بسیار برای بسیار نشستی خوب و صمیمی و عالی. سلام نشسته هم در اینجا هستم. در خدمت مردم و تمام ژورنالیست‌ها از این نشست‌های کشور می‌دونید یک راحت معنوی هم بکنم. تشکر و شما برای من بیشتر فعالیت ما یک جهان تشکر سپاس ما آماده که آمد با شما همکاری کنیم سوال‌هایی که درجه ندادیم سوال‌هایی که داریم می‌تونیم به طریق خطی پیشنهاد کنیم یا که شخصا قبول من خصوص مرحمت آمدن که من قبول می‌کنم چی مسئله باشه با من می‌گفتیم ما همکاریش را هم وقت با شما همکاری می‌کنیم مقصد ما هم پیش‌بری این نوعی است و تشکر برای بیشتر